فارسی میخوای باشون حرف بزنی تو؟ خارجی یا نه؟ خارجی حرف میزنم مشکل ندارم. Avui te fogo man. Avui te fogo man. Eres estação. te فون فهمیدی؟ حالا انگار الان مشکلی نداره هر زبانی خواستی اوکیه. تو اول ببین اصلا رفتنی میشیم ما. داش بیا دیگه دستشویی دارم. چرا زنگ میزنی؟ خب برو دستشویی. چه وضعیه این چیه؟ چه وضعیه؟ چی پوشیدی؟ داش محرم ها. مونه کار. نکن خراب میشه. اینجا رو ببین. کریستیانو رونالدو. مسخره نمیگه با موسی یه چیزی بگه؟ موسی کیه؟ موسی چیکاره است؟ بابا به من یه نمیده. گنده نکنی تو رو خدا یارو رو. یه مربی جزء فوتبال نهایته. چش آقا امری فرمایشی. ماشین تو چیکار کردی؟ نپیچونی باز بگی تعمیر گاز. تو نوشین قول دادم ایوون با تو دادم میشون کار. من بین این همه پیغمبر صاف رفتی سراغ جرجیس. چشه مگه؟ چشه؟ اون از پدرش که دستفروش روانیه و الان به این روز افتاده. بعدم دستفروش دوست اون از برادرش که الان تو زندان و معلوم میشه آدم که نکشه پای باباش واسطه کم آورده. نزول کرده پول مردم رو همه نزول میکنن. این روزا همه نزول میکنن. بانکاش هم دارن نزول میکنن. کسی که عرضه نداره بی خود میکنه از مردم پول میگیره. مادری هم که بالا سرشون نیست. منم مادر بالا سرم نیست. حالا که چی؟ اینم شد عیب و ایراد. چیه؟ بیا برو. حالا چی بوق میزنی؟ برو بابا. دفعه آموسا کجا میریم ما؟ میریم پیش یکی از دوستان. رو حرفش حرف. وقتی سوسنگیر رو بحثی گرفتن اون بی‌ناموسی رو با دخترای شهر کردن، همین خودتو گفتی آقا صداشو در نیاریم. بله. من هنوزم دارم میگم مصلحت اندیشی کار آدم مصلحت اندیشی کار آدم عاقل. آقا من یاد گرفتم بدون جنگ ببرم. کجا این قضیه ایراد داره؟ قیافه نگیر حالا که میدون دادی رفته. از این حرفا نزن مرتضی. اصلا بس که حرف زدن با تو فایده نداره. شما اومدی شما گوش کن اومدی یه سوال پرسیدی که جرأت شنیدن جوابش رو نداری. آقا موسی نداری برادر من، نداری. دارم بهت میگم تموم شد. جان داداش اتفاقی افتاده؟ نه بابا ماشینالش خوبه؟ همه خوبه نگران نباش. نسرین هیچی نشد. آره نوید بابا آره خوبه. چیه؟ نه چیزی نشده. اومدم فقط خودت رو ببینم. من فکر کردم الان میام اینجا شیشه است با تلفن با حرف میزنم. جالبه.